آقا ما ایبلتون رو نصب کردیم، حالا با چجوری موزیک بسازیم؟ اینجا آرگون لبه، منم دیجی آرگون. بدون مقدمه خاصی میریم سراغ شروع آموزش. ببین شما ایبلتون که نصب کنید با همچین صحنه‌ای مواجه نمیشید. اجازه بدید من این چیزایی که مال تمپلیت آماده است رو پاک بکنم. حالا این تمپلیت رو بعدا قرار میدم داخل چنل، شما میتونید برید دانلود بکنید و استفاده بکنید. خوبیش اینه که یه ذره سرعت کارتون رو میبره بالاتر و میتونید که از همون اول اون نظم ابتدایی رو داخل کارتون داشته باشید. خب اول از همه ما اگه بخوام 2 تا ترک اد بکنیم اینجا، یه دونه میدی، یه دونه آودیو. خب فرق این 2 تا با هم دیگه چیه؟ داخل میدی ما هرچی که حالت اینسترومنت هستش و از خودش یه صدا داره رو میتونیم اینجا لود بکنیم. به عنوان مثال من حالا اینجا دسته‌بندی کردم پلاگینا رو، میتونم سرامو اینجا درگ دراپ کنم به این صورت. اگه داخل منزل میدی دارید میتونید که این گزینه رو فعال بکنید. اگه میدیتون خود به خود وصل بشه که هیچی، اگه نه آره یه آموزش جداگونه میذارم که چجوری چک بکنید میدیتون رو. ولی اگه دارید داخل خونه این گزینه رو روشن بکنید میدیتون فعال میشه. خب حالا ما یه دونه سرام اد کردیم اینجا و میدیمون هم فعال کردیم. میخوایم که یه چند تا نوت اصلا بذاریم اینجا، ببینیم چجوری میتونیم چند تا نوت بذاریم. این بخشو حالا یا هر بخشی که مد نظرتون هست، ببینید در طول کل این ارنجمنت ویو این قسمت شما میتونید کنترل رو بگیرید و زوم این و زوم اوت رو انجام بدید. حالا من یه ذره زوم این میکنم و این میزان رو انتخاب میکنم برای اینکه بالایی بود سرم. این میزان رو انتخاب میکنم برای اینکه اون میدیمو یا پیانو رول رو اینجا داشته باشم به اصطلاح. این قسمت رو سلکت میکنم، بعد کنترل شیفت و امو که بزنم اینجا برای من این بخش رو میسازه که من میتونم داخلش نوتامو اد بکنم. حالا این بخش که ساخته شد من میتونم نوتامو داخلش اد بکنم. به چه صورت؟ ببین من اگه دابل کلیک بکنم هر کدوم از این بخش ها میتونم اون نوت رو داشته باشم. اگه روی همین این قسمت که C2 C3 اینا رو نوشته دابل کلیک بکنم زوم میکنه. این بخشم من حالا اگه سلکت بکنم باز هم با کنترل و اسکرولر موس میتونم زومین و زومات رو اینجا داشته باشم. خب حالا ما چند تا نوت اینجا گذاشتیم، میخوایم اینا رو دوباره تکرار بکنیم به همین صورت. کنترل و دی باعث میشه که این اتفاق اینجا بیفته، یعنی همین تعداد نوتی که اینجا سلکت کردیم و با کنترل دی دوباره میتونیم دابلیکیتش بکنیم. بعضی موقع ها این فاصله ها چون درست نیستش ممکنه که این جابجایی اتفاق بیفته و شما میتونید قسمت رو سلکت کنید با فلش های کیبورد روی ماوس جابجا بکنید، هم بالا پایین هم چپ و راست. خب اینجا ما متوجه شدیم که چجوری یه میدی بسازیم، یه سلکشن بکنیم و اون بخش رو میدی رولمون داشته باشیم، بتونیم نوتا رو وارد بکنیم داخل اون و توی قسمت آودیو هم به همین صورت، یعنی درگ دراپی. حالا من از داخل سمپل ها یه چیزی همینجوری انتخاب بکنم، ببین شما درگ دراپ میکنید و میتونید خیلی راحت هر فایل صوتی رو داخل قسمت آودیو لود بکنید. خب بریم سراغ آموزش این قسمت نوار بالا که ببینید اصلا چیه، ما چجوری میتونیم رکورد بکنیم حالا با میدیمون یه چیزی و ما تا الان متوجه شدیم که چجوری با موس میتونیم این قسمت رو بسازیم. حالا نوتا هم همینجوری دابل کلیک بکنیم و اضافه یا سلکت بکنیم و دکمه دیلیت رو بزنیم مثلا کم بشه. حالا چجوری میتونیم زنده چیزی که میزنیم و اینجا رکورد بکنیم. توضیحات این نوار بالا به این صورته که اگه بخوام مثلا از سمت چپ شروع بکنم، این بروزر اسلایدرمون رو روشن و خاموش میکنه که میتونیم سمپلامون رو یا هر چیزی که نیاز داشته باشیم تو قسمت آل این بالا سرچ بکنیم. حتی پریست مربوط به اون چیزی هم که دارید سرچ میکنید براتون بالا میاره. مثلا اگه من کیک بزنم هم فایل سمپل برام میاره هم پریست پلاگینایی که مربوط به
کیک هستش که حالا مثلا کیکو پانچ‌تر میکنه یا یه نرم‌تر میکنه. خلاصه هر چی که مربوط به اون کلمه‌ای باشه که اینجا می‌نویسید و براتون اگه این کاتگوری رو انتخاب بکنید بارا میاره. این توضیحات قسمت بروزر. اگه فایل سامپل پک هم داشته باشید اینجا بچه‌ها میتونید اد فولدر رو بزنید، اینجا سلکت بکنید فولدرتون رو و خودش بهتون لود میکنه اون فایل ها رو. حالا من 2 تا بخش جداگونه خودم اد کردم اینجا، ولی خب حالا شما فایل دلخواهی که داشته باشید اینجا میتونید اد بکنید. یه قسمت جدیدی هم که تازه اضافه شده این اسپلایس. شما سامپل پک های آنلاین خود کمپانی اسپلایس، اگه حالا من سیستم به اینترنت وصل نیست و وی پی ان هم میخواد اگه وصل باشه به اینترنت، یه اکانتی رو شما برید تهیه میکنید، یه سری تعداد محدود هم میتونید با اکانت فری استفاده کنید داخل پروژهتون. خوبیش اینه که آنلاین همینجا میشنوید، گامو زده، تمپو رو زده و به صورت درگ دراپ میتونید اینجا استفاده بکنید داخل پروژهتون. خب گزینه بعدی لینک و اکسترنال سینک هستش که شما از این طریق میتونید اگه یه دیوایسی دارید به ایبیتون وصل بکنید از طریق حالا اون نرم افزاری که مربوط به اون دیوایس. گزینه بعدی تپ هستش که شما حدود مترونومی که مد نظرتون هستش و با کلیک کردن روی این قسمت میتونید که مشخص بکنید که هولوش اون تمپوی تو ذهنتون چی هستش و اگه رو خود همین عددم کلیک بکنید میتونید به صورت دستی تغییرش بدید. خب اینجا 2 تا آپشن داریم، اینکریز تمپو و دیکریز، که اگه مثلا من این تایملاین رو پخش بکنم این دیکریز رو نگه دارم، این تمپو شروع میکنه به پایین اومدن و مخالفش این گزینه اگه نگه دارم میبینید که تمپو زیاد میشه به مرور زمان. قسمت بعدی ریتمه که ما اینجا ریتممون رو مشخص میکنیم که به چه صورته که الان روی 4 ست شده. این قسمت مربوط به تاثیر گروه. حالا قسمت بعدی توضیح میدیم که گروه چی هستن، به چه درد میخوره. اینجا مترونوممون رو موقع ضبط میتونیم خاموش و روشن کنیم صداشو و این فلش پایینه بغلش رو کلیک بکنیم میزان شمارش قبل اینکه بخواد رکورد رو شروع بکنه مثلا چند تا مترونوم میزنه، این 2 بار 4 بار و 1 میزان 2 میزان 4 میزان میتونید تغییرش بدید، صداشو میتونید تغییر بدید، ریتمشو میتونید اینجا تغییر بدید که چقدر ریز بزنه، چند درشتر بزنه، به فاصله بیشتری از هم دیگه مترونوم بزنه. اینجا میتونید تنظیماتش رو انتخاب بکنید. این قسمت مربوط به اسکیل پروژه هستش که الان چه گامی هستش پروژه‌مون. با اینکه میتونیم خاموش روشنش بکنیم، یه قسمتایی که حالا لازم نداریم بهمون نشون نده اصلا این اسکیل رو. اینجا اگه من پلی بکنم یه خط سفید میبینید، این خط سفید مین لین اسمش هستش و شما اگه این کلید رو روشن بکنید این ارنجمنت ویو مین لین شما رو فالو میکنه، یعنی به این صورت میتونید شما در این تایملاین حرکت بکنید و صداهایی که در هر تایملاین مشخصی داره پخش میشه رو به راحتی بشنوید و تشخیص بدید کجاست. اگه ادیتی چیزی لازم داره اینجوری سریع بتونید پیداش بکنید. کلیدهای بعدی پلی، استاپ و رکورد هستش. این رکورد مربوط به ارنجمنت ویو هست. یه رکورد دیگه هم داریم که اینه مربوط به سشن ویو، حالا بعدا میگم به چه کاری میاد. این کلید رو اگه من بخوام سرم رو یه چیزی روش رکورد بکنم، ببین اول روشن میکنم میدیم و بعد حالا رکورد رو اینجا میزنم. ببین مثلا من اینو رکورد کردم الان اینجا. حالا اگه این کلید روشن باشه اتفاقی که میفته اینه اگه من نوتای جدیدی رو اضافه بکنم به این قسمت، این نوتای قدیمی دیگه پاک نمیشه. به ناکنید بزنم اینو ببین دیگه پاک نکرد. حالا اگه این خاموش باشه کلا هر چی که از قبل بوده رو پاک میکنه و یه چیز جدیدی بزنید اونو جایگزینش میکنه. ببین الان یه چیزی بزنم جایگزینش میکنه و قبلی ها رو به صورت کلی پاک میکنه. پس این کلیدم به این کار میاد. گزینه بعدی برای رکورد اتوماسیون هستش. مثلا من تو این کنترل زد برگردم، حالا تو این ملودی که زده شد اینجا
اگه کلید A کیبورد رو بزنم وارد قسمت اتوماسیون میشم. حالا هر کدوم از این آپشن ها رو اینجا انتخاب بکنم، من الان ولوم انتخاب کردم، اتوماسیونش رو برای من لاینش رو میاره تو این قسمت. حالا اگه این کلید روشن باشه و من رکورد رو بزنم تو این بخش باشم، ببینید این اتوماسیون رو من میتونم رکورد بکنم اینجا. حالا چون این خاموش بود دیدید که میدیا رو اونایی که از قبل زده شده بود و پاک کرد. به هر صورت فرقی نمیکنه چه زمانی زده شده باشه، در هر صورت پاک میکنه. اگه این کلید روشن باشه شما رکورد رو انجام بدین، اتوماسیوناتون هم رکورد میشه. گزینه بعدی ری-انیبل اتوماسیون، یعنی اگه من حالا به هر دلیلی این اتوماسیون رو دستم خورد تغییر کرد یا اصلا کلا به هم ریخت و خواستم برگردم دوباره به همون حرکت قبلی که کرده بودم، این ری-انیبل اتوماسیون برای من فعال میشه تو اون قسمتی که اتوماسیون خاکستری داریم و یا اتوماسیون قرمز داریم. یعنی این قبلا یه چیزی زده شده ولی حالا الان فعال نیست. با این گزینه میتونیم برگردیم به همون حالتی که قبل بود، یعنی اتوماسیون که رکورد کرده بودیم یا دستی تغییر داده بودیم و مجدد دوباره برگردونیم به همون حالتی که وجود داشت. خب اینجا یه گزینه جادویی داریم. بریم من الان مثلا یه ملودی رو میزنم. خب الان چیزی رو رکورد نکردیم ولی اگه این گزینه رو بزنیم اون چیزی که زده شد همین الان رو میتونه برای ما بیاره بالا. حالا فرقی هم نمیکنه من الان یه چیز دیگه اضافه بکنم، این گزینه رو بزنم، دوباره اون چیزی که رکورد کردم و یعنی رکورد نشده ولی توی حافظه خودش نگه داشته ایبلتون رو برای من به صورت میدی میاره بالا. این حالا یه موقعی یادتون میره ملودی که زدید چی بود، اینجا میتونید این گزینه رو بزنید که اون میدی که زدین اون دوباره برای شما روی ارنجمنت ویو بیاره. خب این گزینه هم گفتم برای رکورد توی سشن ویو هستش که فعلا کاری باش نداریم. اینجا بخش لوپ هستش. این بازه رو شما نگاه بکنید اینجا. حالا من میام این و میتونم کوتاهش بکنم، میتونم تغییرش بدم جایگاهش رو، میتونم باز دوباره از این ور بلندش بکنم. خب شما اگه این بازه رو نگاه بکنید اینجا، این لوپیه که من مشخص کردم توی این قسمت. حالا به همون روشی گفتم کنترل شیفت ام اینجا این میدی قرار میدیم. شما نگاه بکنید اگه من میل اینم باشه به محض اینکه به آخر میرسه دوباره از اول پخش میکنه این قسمت رو. یه اینو پانچ آت دو تا گزینه هستن که چپ و راست این لوپ قرار دارن. حالا من اگه خاموش کنم اینا اون بازه هستش ولی باز رد میکنه اگه پلی باشه دیگه این قسمت رو لوپ در نظر نمیگیره. این به چه درد میخوره با این دو تا گزینه پانچ این و پانچ آوتش؟ خب اگه من در حال رکورد باشم اینجا من کلید رکورد رو بزنم ببینید که پانچ این و پانچ آوت خاموشه. حالا اگه من پانچ این رو روشن بکنم و رکورد رو بزنم ببینید رکورد انجام نمیشه تا موقعی که وارد این قسمتی که من لوپ کردم بشه. حالا اگه گزینه پانچ اوت من استاپ بکنم، اگه گزینه پانچ اوت اینجا روشن نباشه اینجا لوپ خاموش کنم. حالا اگه گزینه پانچ اوت روشن نباشه میبینید که ادامه میده. ببینید الان پانچ اوت روشنه دیگه رکوردو از اون قسمت از این بازی ادامه نداد. اگه لوپتون روشن باشه دوباره برمیگرده داخل همینجا رکورد رو هی انجام میده رکوردو. گزینه بعدی درو مود هست. شما اگه این گزینه رو روشن بکنید توی میدی رولتون بیاین میتونین به این صورت میدیا رو قرار بدین. به درد مثلا موقعی میخوره که شما میخواید های هت بچینید یا مثلا درامی چیزی به این صورت میخواید بچینید دیگه نمیخواد دونه دونه دابل کلیک بکنید با درامود یه خطی رو ایجاد میکنید. با این گزینه میتونید کیبورد کامپیوترتون رو تبدیل به میدی بکنید و ازش به عنوان اینسترومنت استفاده بکنید. گزینه بعدی کی مپ هستش. مثلا شما میخواین همین مثلا کلید تمپو رو روی دکمه 0 روی کیبوردتون ست بکنید که هر موقع کلید 0 کیبورد رو زدید یه تپ
حساب بکنه ایبلتون. اول کیو میزنید، بعد اون گزینه‌ای که مورد نظرتون هستش رو انتخاب میکنید، بعد اون گزینه‌ای که قراره روی کیبوردتون به جاش عمل بکنه رو انتخاب میکنید و برای تاییدش اون کیو خاموش میکنید. حالا من هر سری تبو بزنم میبینید که نه پاک بکنیم دیگه نره تو مخم. حالا هر سری من تبو بزنم یه عدد اونجا میشماره، یعنی ست شده دیگه، نمیخواد کلیک بکنم حتما روی این گزینه تپ. خب گزینه بعدی میدی مپ هستش که شما میتونید همین کار رو با میدیتون انجام بدید. به این صورت که اول میدی رو انتخاب میکنید، بعد اون حالا گزینه‌ای که مد نظرتون هستش برای تغییر، من اینجا ولوم انتخاب کردم، بعد اون ناب روی میدی کنترلرتون رو حالا یه تغییری بهش میدید که یه عدد فقط ثبت بکنه. برای تایید نهایی هم میدی رو دوباره خاموش میکنید. میبینید که اینجا اون ناب تبدیل به ولوم شده و علامت من الان میتونم ولوم رو کنترل بکنم از این طریق. خب گزینه بعدی سامپل ریتمون هستش که اگه ما این گزینه انتخاب بکنیم وارد قسمت تنظیمات بافر سایز و کارت صدا و اینا میشیم. اگه میخوایم بافر سایز تغییر بدین که لیتنسیتون رو از بین ببریم، میتونید اینجا هاردور ستاپ رو انتخاب بکنید. اینجا کنترل پنل کارت صداتون براتون میاد بالا. خب اینجا میتونید بافر سایزتون رو تغییر بدید. من الان 240 گذاشتم، اگه بیشترش بکنم ممکنه به لیتنسی بخوریم، کمترش ممکنه یه مقدار صدای خشخش بده موقع پلی کردن. معمولا برای رکورد همون 240 تا 512 مطلوبه. یه گزینه دیگه که بخواید تأخیر رو توی نرم افزار ایبلتون اگه توسط پلاگین ها ایجاد شده باشه از بین ببرین، اونم چون تأخیر رو اینجا گفتم اینجا بگم بهتون. توی قسمت اجازه بدید پیداش کنم. خب توی قسمت آپشن دیلی، این یه دیلی اینجا داریم، یه دونم ریدیوس لیتنسی داریم. این دوتا گزینه رو شما بذارید روشن باشه موقعی که دارید رکورد انجام میدین. اگه پلاگین چیزی باعث تأخیر شده باشه اون تأخیر رو از بین میبره، یا موقعی که دارید پخش میکنید پروژه رو باعث میشه که اون تأخیری که داخل پروژه توسط اون پلاگین یا حالا میکسی که کردین اتفاق افتاده از بین بره و حالا اون تأخیر دیگه نداشته باشین. این دو تا گزینه رو میتونید روشن بکنید برای لیتنسی، علاوه بر اینکه بافر سایز رو میتونید حجمش رو کم بکنید. خب گزینه بعدی سی پی یو یوزیجمونه. اینجا میتونیم مصرف سی پی یو رو ببینیم به چه صورته، برای تنظیماتی که مربوط با آلرت و اینا هستش رو اینجا تنظیم بکنیم. تا اینجا این نوار بالا رو متوجه شدیم چی هستش. یه گزینه‌ای که خیلی مهمه برای اینکه بخوایم حالا هر کاری کردیم تا الان رو سیو بکنیم، اگه چیزی اد کردیم، پلاگینی اد کردیم یا حتی ریتمی چیزی ساختین، اینجا میتونید به این صورت سیو کنید. کنترل اس رو که بلدید هم میزنید به صورت حالا دیفالتی که هست سیو میکنه. اینجا گزینه فایل رو اگه بزنید شما دو مدل سیو میتونید بکنید، حالا یا به فرمت دیگه یا خواستید میتونید سیو بکنید، یا یه کپی از همین حالتی که در حال حاضر هستش میتونید سیو بکنید بعد پروژه رو ادامه بدید. حالا یه مدل دیگه هم هستش که شما میتونید اینو تمام سامپل هایی که استفاده کردید داخل این پروژه از جای موزیک، از جای سیستمتون سامپل انتخاب کردین برای این موزیک، شما میتونید این گزینه رو انتخاب بکنید و تمام اون سامپل ها رو یه دونه کپی ازش داخل فایل پروژهتون داشته باشید، به خاطر اینکه اگه بخواید این پروژه رو انتقال بدید به استودیوی دیگه ممکنه با میسینگ فایل مواجه بشید و دونه دونه اون فایل ها رو کپی کردن ممکنه براتون یه مقدار سخت باشه. این گزینه رو بهتون گذاشته میتونید شما تمام اون سامپل ها رو یک جا ازشون یه کپی بگیرید و داخل اون فایل پروژهتون سیو بکنید. حالا فایل رو هر جای خاصی میتونید ببرید و داخل بهتون مجدد بازش بکنید. دو مدل دیگه اینجا سیو داریم. سیو به صورت یه تمپلیت، یعنی شما اینو به صورت یه تمپلیت آماده سیو میکنید، مثل اون چیزی که من اول سیو کرده بودم. شما میتونید یه همچین چیزی مرتب برای خودتون داشته باشین، سیو بکنین. هر موقع پروژه جدیدی رو اجرا کردین دیگه اون تمپلیت از اول براتون چیده باشه و یه نظم رو از همون ابتدا
به عنوان مثال داخل پروژهتون داشته باشید. حالا گزینه بعدی همون تمپلیتی که ساختین رو میتونید به صورت دیفالت ستش بکنید که هر سری بتون رو باز کردین همون تمپلیت براتون اجرا بشه. برای اکسپورت گرفتن MP3 پروژه هم میتونید کل پروژه رو که حالا دارید سلکت بکنید، هرچی که هست شیفت کنترل آ رو بزنید یا از این بالا فایل، همین گزینه، حالا شورتکاتش هم معمولا این بغلش می‌نویسه، از این گزینه استفاده کنید و اینجا وارد قسمت اکسپورت بشین. PCM مربوط به اکسپورت حالت ویو هستش که تنظیماتش اینجا میتونید انتخاب بکنید. MP3 هم که اگه روشن باشه حالت MP3 رو براتون میگیره. اگه ویدیو چیزی اد کرده باشین هم میتونید ویدیو رو با اون ساوند دیزاینی که انجام دادید روش به صورت حالا هر فرمتی که هستش و مد نظرتونه انتخاب کنید و اکسپورت بگیرین. این هم از اکسپورت گرفتن حالا هر کاری که کردیم. من الان خیلی ساده اینجا رو توضیح دادم که چی به چیه و چیکار میشه کرد. یه بخش دیگه که فکر میکنم لازمه توضیح بدم اینجاست که هر ترک این بغلش چیه و به چه درد میخوره. خب اینه که متوجه شدیم تا اینجا این ولومه. این گزینه برای روشن خاموش کردن اون ترک هستش و هر کدوم از اینا اگه روش راست کلیک کنیم اگه بشه اتوماسیون داد ما شو اتوماسیون رو سلکت میکنیم و اینجا اتوماسیون رو روش ایجاد میکنیم. حتی برای روشن خاموش کردن ترک هم میشه استفاده کرد. برای این ولوم هم همون شو اتوماسیون رو بزنید میتونید استفاده بکنید و حالا اون تغییراتی که لازم هست رو روی اون ولوم به این صورت اعمال بکنید. اگه این اتوماسیون ها رو میخواید دونه دونه جدا داشته باشید یه گزینه به علاوه هستش اینجا. مثلا من اتوماسیون ولوم رو الان این پایین دارم، اینجا هم میخوام اتوماسیون اسپیکرمو داشته باشم که قبل از اینکه اسپیکر خاموش بشه مثلا ولوم بیاد پایین. از این گزینه استفاده میکنم که ری انیبل بشه، دوباره اتوماسیون فعال بشه. حالا میبینید هر موقع برسه به اینجا ولوم زیاد میشه و یهو قطع میشه. برعکسش هم امکان پذیره. مثلا اینو بیارید پایین، ولوم تا یه جایی بیاد بالا بعد قطع بشه. میتونیم به صورت جداگونه هم داشته باشه. اینا میتونیم بذاریم پایین، اصلا این پایین بمونه. گزینه بعدی اینجا سولو هستش که اگه اینو سلکت بکنیم میتونید سولو بشنوید اون ترک رو. این سی رو اگه به سمت چپ و راست بکشین لفت و رایت و پنینگ انجام میشه. رایت کلیک بکنید حالت استریو پن میشه، یعنی تو حالت استریو پنینگ رو براتون انجام میده. دوباره سلکت بکنید برمیگرده به همون حالت قبلی. اینجا چنل های ورودیمون هستش که میتونیم تنظیم بکنیم که این لاین میدی که ما اد کردیم از چه دستگاهی ورودی بگیره. ما الان رو آل زدیم که از همه چیزا ورودی بتونیم بگیره. این هم چنل هایی که میتونیم رو کار صدامون انتخاب بکنیم. اینجا مربوط به مانیتورینگ ورودیمون هستش، یعنی اگه رو حالت آف باشه ما هیچ مانیتوری یعنی صدایی از اون ورودی چنلمون نمیشنویم. اگه روی آتو باشه موقعی که داریم رکورد میکنیم فقط صدا میشنویم. اگه رو حالت این باشه هم که بای دیفالت کلا صدای ورودی چنلی که اینجا تنظیم کردیم و خواهیم شنید. اینجا هم خروجیمون رو مشخص بکنیم که ما گفتیم الان توی همون مین بره. مین هم اینجاست، این پایین. مین همون آخرین لاین خروجی ماه. خب دو تا گزینه داریم اینجا که سند هستش. بچه تا الان ما متوجه شدیم که یه میدی میتونیم اد بکنیم یا آدیو میتونیم اد بکنیم. حالا یه دو گزینه دیگه هم هست اگه رایت کلیک بکنیم که ریتن ترک نوشته اینجا. خب این به چه درد میخوره؟ این همون گزینه سند هستش که ما ریوربیو که انتخاب میکنیم یا افکت دیگه رو که انتخاب میکنیم نمیخوایم تاثیر مستقیم داشته باشه، میخوایم به صورت غیر مستقیم، یعنی اول به ریورب بره بعد بیاد اینجا داخل میکسر و حالا میخوایم این افکت رو روی چند تا ترک هم اعمال بکنیم. اینجا اگه من چند تا ترک آودیو داشته باشم با گزینه اول میتونم اون ریورب رو که اینجا تنظیم کردم و اگه دابل کلیک کنم روی ترک میبینی که میاد بالا. ریوربی که حالا تنظیم شده، افکتی که اینجا گذاشته شده ریورب خود ایبلتون هستش که با دابل کلیک وارد حالت دیوایس ویو میشیم. اگه شیفت و تب رو بزنیم وارد سامپل ویو میشیم. شیفت و تب جابجا میکنه ما رو بین این دوتا صفحه. سامپل ویو و دیوایس ویو فرقشون اینه که اجازه بدید من این سامپل اینجا اد بکنم.
شما ببینید الان من دابل کلیک کنم روی این چیزی که اینجا میبینم سامپل ویو هست و تنظیمات مربوط به سامپل. اگه من شیفت و تابا بزنم میام روی دیوایس ویو که الان هیچ پلاگینی اد نشده. حالا مثلا به عنوان مثال من یه پلاگین بخوام اد بکنم روی این قسمت، این میشه سامپل ویو، ببخشید دیوایس ویو، اینجا میشه سامپل ویو. تا اینجا سندم فهمیدیم که چجوری مثلا بخوایم یه ریورب رو روی چند تا ترک امتحان بکنیم یا چند تا ترک رو سایت چین بکنیم، به جای اینکه چند تا کمپرسور بذاریم روی هر ترک یه سایت چین میذاریم اینجا و از اینجا میزان، حالا اگه سایت چین باشه گزینه دوممون که الان دیلیه، این تاثیر 100% از سایت چین رو روی این ترک میذاره، بعد انتقال میده به داخل چنل مین و ما بعدش میتونیم که اون صدای تاثیرگذاری شده رو بشنویم. امیدوارم درست گفته باشم. چون این ویدیو اوله من خیلی شاید توپق و اینا بزنم، ای بخوام همش رو کات بکنم یه مقداری خودم سخته واسم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، دمتون گرم. خب سندم اینجا متوجه شدیم که به چه صورته. حالا من میخوام بیاد وکال رکورد بکنم اینجا، ولی نمیخوام اینجا آدیو اد بکنم اینجا خروجی ورودی تنظیم بکنم که آقا یه وکال مقرره ما ضبط بکنیم. میام بالا توی Create Insert Take Lane اینجا رو انتخاب میکنیم و چند تا لینی که هر چند تا لینی که در از دلمون بخواد و اینجا اضافه میکنیم به این آدیو ترکی که ایجاد کردیم و روی هر اینجا میتونیم حالا لینایی که اضافه کردیم و روی هر تیک یه رکورد جداگانه داشته باشیم، روی هر لین یعنی در اصل یه رکورد جداگانه داشته باشیم. حالا لینا رو که اد کردیم اینجا میتونیم روی هر لین یه تیک جداگانه داشته باشیم و یه رکورد جداگانه بکنیم. خب اینم از این قسمت. توضیح دیگه که بخوام بدم خدمتون، اگه ما یه سامپل طولانی تر اینجا مثلا اد بکنم که حالت تمپو داشته باشه، مثلا من تمپو 98 رو سرچ میکنم، یه 98 میزنم، حالا امیدوارم که حالا تمپو 98 رو انتخاب بکنه. خب این که میدیه اینجا، خب یه درام 98. خب این درام گوش کنیم ببینیم. ببین من الان تمپوی پروژم 118 ولی تمپوی این سامپلی که گذاشتم اینجا 98. اگه این گزینه اینجا روشن باشه به صورت خودکار شما هر سامپلی که اد بکنید تو ارنجمنت ویوتون وارپ میکنه و تایملاینش رو درست میکنه طبق همون تمپویی که پروژهتون هستش. حالا اگه دیدید یه مقداری یه به هم ریختگی دارید میتونید اینجا گزینه کامپلکس پرو رو انتخاب بکنید که اون اگه کشیدگی بین دو تا فرکانس هستش که باعث خرابی اون فرکانس شدم یه جوری روتوش بشه و از بین بره. نکتهش اینجایی که شما نباید تمپو این قسمت رو تغییر بدید و تمپو این سامپل رو دست بزنید. وقتی گزینه وارپ روشنه فقط شما اجازه دارید که تمپوی اصلی اون سامپل رو اینجا وارد کنید. حالا اگه تمپوی اصلی اون موزیک یا سامپل رو نمیدونید چیه، برنامه ویژوال دی جی رو میتونید نصب بکنید، اونجا موزیکتون رو دراگ دراپ کنید یا لودش بکنید، بهتون هم تمپو رو میده، هم گام ترک رو میده، توضیحاتی که لازم دارید و اونجا میتونید دریافت بکنید اگه تمپو هم نمیدونستید چنده. حالا معمولا سامپل ها بغلشون تمپوشون رو مینویسه. تو این قسمت میتونیم گین رو زیاد کنیم که هم کنیم، میتونیم بهش پیچ بدیم. قسمت مربوط به همون تایملاین و زمان بندی و درست کردن سامپل روی تمپو هستش. بعضیا با این قسمت صدا سازی میتونن انجام بدن. مربوط به ادیت این کلیپ هستش دیگه به صورت کلی. با این کلیپ میتونیم ریورسش بکنیم، با این قسمت وارد ادیت میشیم که الان فعلا کاری نداریم با این قسمت ها. اینا از توضیح اینجا. اگه هر چند تا دلتون خواست میتونید داخل بهتون پلاگین لود بکنید، با دابل کلیک کردن وارد دیوایس ویو میشیم. شیفت و تمام که عرض کردم خدمتتون، راه میانبارش هستش.
اینجا با ریتن ترک هر چند تا دلمون خواست میتونیم که افیکس سند ایجاد بکنیم و تک تک این لاینا رو با توجه به این میزانی که اینجا داریم میتونیم تأثیر بدیم نسبت به این افیکس هایی که اینجا حالت سند گذاشتیم، این لاینا رو سند کنیم به اصطلاح تو این افیکس ها. خب تا اینجا یه توضیح کلی دادیم راجع به اینکه این کلیدها چی هستش، اصلا به چه کار میاد، ابزارها چیه، چجوری رکورد کنیم، چجوری یه میدی بسازیم، چجوری سامپل لود بکنیم، چجوری اینسترومنت همون رو لود بکنیم. در حال حاضر شما میتونید یه بازی فعلا با ایبلتون بکنید تا جلسات بعدی به صورت خیلی دقیق تر وارد این موضوعات بشیم و توضیح بدیم که چجوری اصلا دسته‌بندی اینجا اتفاق میفته، چون هر کدوم از این بخشا برای خودش یه ویدیو میطلبه، به خاطر اینکه خیلی نکته داره و از این نکته ها خیلی کارا میشه انجام داد، خیلی قدرت خلاقیت شما رو توی ریمیکس ها، توی ساختن پروژه ها بالا میبره. اینه که سعی کردم که یه توضیح خیلی کلی راجع به همین شناخت محیطی ایبلتون فعلا داشته باشیم. اگه سوالی، نامفهومی، جایی چیزی مشکلی بود میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما کامنت ها رو چک میکنم، جواب میدم. لایک و سابسکرایب بیاتون نره اگه خوشتون اومد. بازم ببخشید اگه توفیقی چیزی بود این ویدیو اول و به بزرگی خودتون ببخشید. بازم ببخشید اگه توفیقی چیزی هستش، در حال عذرخواهی کردنم، مجدد توفیق میزنم چون ویدیو اوله، خیلی دارم سعی میکنم ریلکس برخورد کنم، بیشتر شبیه گزارشگرای فوتبال دارم صحبت میکنم، ولی خب امیدوارم که متوجه شده باشید تا اینجا این کلیدها و ابزارها چی هستش و ما چجوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم. یه بخشم اینجا پری و پست هستش. وقتی که ما الان سند کردیم تو ریورب و ریورب رو حالت پست هستش، ما هم صدای خام رو میشنویم هم صدای ریورب رو میشنویم. اگه رو حالت پری بذاریمش و این ولوم رو ببندیم، نگاه کنیم فقط ریورب خالیش رو میشنویم، یعنی اصلا اون صدای خشکی که الان به این صورت هستش اینجا، این صدا اینجا رو نمیشنویم، فقط سند میشه داخل ریورب و از ریورب اون صدای خوش جدا میشه و مین ما فقط ریورب خالی رو میشنویم، حتی اگه این ولوم بسته باشه. اینم از این نکته‌ای که اینجا جا مونده بود. من سعی کردم یه شناخت کلی نسبت به فضای ایبلتون پیدا بکنیم. جلسه بعدی سعی میکنم که بیشتر وارد جزئیات بشم که چجوری یه ریتم بسازیم، چجوری یه سری میانبرایی داشته باشیم داخل این ارنجمنت ویو که بتونیم راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم و سریعتر به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم و سرعت ببخشیم به کارمون به صورت کلی. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. دم شما گرم. امیدوارم که به کارتون اومده باشه این ویدیو و متوجه شده باشید. اگه سوالی چیزی هستش داخل کامنت ها بپرسید، حتما چک میکنم، جواب میدم خدمتتون. اون تمپلیتی هم که گفتم قرار میدم لینکش رو، میتونید برید دانلود بکنید و از همون اول کار یه نصب نسبی نسبت به کارتون داشته باشید. یه سری تنظیمات میکس هم روش انجام شده، حالا اونا میتونید تغییر بدید نسبت به اون موزیکی که دارید کار میکنید. میدونید که هیچ چیزی قطعی نیستش اینجا الان توی میکس بگم مثلا الان توی میکس درسته، الان چیزی عددی که من زدم اون دست نزنید بهش همه چیش درسته، نه، تغییرش بدید، خودتون شخصی سازیش کنید، چیزی که دوست دارید و به صورت دیفالت سیوش بکنید و استفاده بکنید و لذتشو ببرید. دم شما گرم. فعلا